سلام دوستان، کریسمستون مبارک. خوش اومدید به فال کریسمسی من. امشب با یه فال هستیم در خدمتتون. میخوایم ببینیم توی کریسمس امسال چه درهایی میخواد براتون باز شه. نیت کن، کارتا رو بر میزنم، تو هم نیت کن عزیز دلم. این فال بیشتر برای اونایی که خارج از کشور هستن. تویی هم که تو ایران هستی میتونه روی این ویدیو نیت کنی. 2 کارت، 3 کارت خودش پرید بیرون. ببینیم که این کارتا به ما چه چیزهایی رو میخواد بگه. خب خب چیزی رو که داره اینجا به ما نشون میده انگار یه پیشنهاد خیلی خوب در راه است، یه هدیه، یه کادو، یه سورپرایز، یه خبر خیلی خوب، یه خبر احساسی خیلی خوب. ولی تو باید مواظب باشی که به قول معروف این خبر از چنگ تو از دستت نره بیرون. خیلی باید احتیاط کنی. اینجا ترس ها و نگرانی های تو رو داره نشون میده. ترس ها و نگرانی هایی داری، انگار در گذشته حالا شکست بدی رو تحمل کردی، یه عشق نافرجام داشتی، یه غم و غصه، یه رنج، یه درد رو از جون تحمل کردی به خاطر حالا اون عشقی که از دست دادی، در فراق اون شخصی که از دست دادیش و در تنهاییش یه جوره تنهایی رو سپری کردی و با این حالا مشکل داری مقابله میکنی. خب چیز دیگه ای که داره نشون میده، چیز دیگه ای که توی این ریدینگ داره نشون میده، انگار دوستان میبینید، انگار یه پنهانکاری، کارتو میبینید یه پنهانکاری اینجا دیده میشه. پنهانکاری یه چیزی، یه اتفاقی که یه غمی مثل حالا سنگینی، یه همچی چیزی اینجا دیده میشه که حالا شاید به خاطر این موضوع ترس هات، به خاطر حالا اون پنهانکاری که شخص احساسی در گذشته داشته، یه جورایی داره نشون میده که این باعث ترس تو شده، باعث افکارت شده، افکاری که افکارت یعنی درگیر کرده افکارتو. ببین انگار انگار یه شخصی باز دوباره 7 شمشیر افتاد. میگم انگار در گذشته یه شکست بدی رو داشتی. دوست عزیز ببین کارتا داره یه جورایی به تو راهنمایی میکنه، نصیحت میکنه. حالا یا میگه از اون شکست ها درس عبرت بگیر، خب، و دیگه اون کار رو انجام نده. یعنی مثلا اگه تو یک بار به خاطر حالا یه اشتباه توی رابطه ای رفتی، اتفاقی برات افتاد و این رابطه باعث شکست تو شد و ضربه ای رو به تو زد، باید ازش یه جوری راهنمایی بگیری، باید ازش یه جوری درس عبرت بگیری. ببین یه خبرهای خیلی خوب احساسی من میبینم که این خبرها میتونه تا 3 وعده دیگه باشه، شاید 3 روز دیگه، شاید ایشالا 3 ساعت دیگه و شاید هم 3 هفته دیگه. اون دیگه به انرژی خودت و اون قدرت خودت بستگی داره. ببین دوباره داره اینجا نشون میده 4 جام، تو رو داره نشون میده که انگار یه جوره خودتو بستی، انگار یه جوره با همه از همه کناره گرفتی، دوست نداری توی هیچ رابطه ای بیای. ولی بازم کارتا داره بهت میگه و این پیشنهاد میده که باید مراقب باشی و احتیاط کنی. خورشید، ستاره، ببخشید ستاره براتون افتاد. ستاره از آرامش، از خبرهای خوب، از حالا اگر خدای نکرده توی رابطت، توی سرنوشتت سنگینی هست، چشم نظری هست، چیزی دیده میشه، داره میگه با این کارت گشایش دیده میشه. با این کارت داره بهت میگه که اتفاقای خیلی خوبی میفته، حالا اون مشکل برات برطرف میشه و تو از اون غم، از اون قصه، از اون نگرانی، از اون ترس بیرون میای. خب بریم ببینیم دیگه چه چیزهایی رو کارت به ما داره میگه. باز دوباره شمشیر افتاد دوستان.
انگار خیلی نگرانی، انگار خیلی میترسی، خیلی دوست داری یه کسی بیاد توی رابطه با تو، یه رابطه عاشقانه رو برات فراهم کنه. ولی خب از قدیم گفتن یه دست صدا نداره. خودت هم باید یه جوری یه تلاشایی کنی، یه حالا حرکتی انجام بدی، یه کاری کنی. اینجا توی این کارت 9 سکه داره میگه تلاشتو کن، تمام فوکوستو بذار روی اون حالا هدفی که باید به دست بیاری، اون چیزی که باید به دست بیاری و میخوای که به دست بیاری. بعضیاتون تلاش نمی کنید، داره میگه تلاشتون رو کنید، ولی بعضیاتون دارید تلاش میکنید. یعنی اونجوری نیست که نشسته باشید دست تو دست بذارید منتظر یه به قول معروف کسی باشی که بخوای مثلا بیاد و تو رو مثلا از دستان دیو در بیاره و از چنگال دیو و بخواد به قول معروف تو رو نجات بده. باید یه جوری خودت هم تلاش کنی، تلاش و کوشش خودت رو داشته باشی. ببین اینجا کوین ملکه چوب افتاده، این یعنی باید خودت کار رو انجام بدی و اینجا داره نشون میده بعضیاتون واقعا این کار رو انجام میدید. انگار حالا شاید شما توی یه رابطه هستی، رابطه سمیه، طرف آدم خوبی نیست، آدمیه که مثلا خودش نمیدونه به خودش چنده، داره به شما لطمه میزنه، آسیب میزنه، میرنجونتتون، ازتون سوء استفاده میکنه. چون داره اینجا نشون میده کارت شمشیر خیلی افتاده و یه جورایی بستگی برات ایجاد کرده. نمیتونیم بگیم جادو، طلسم، شاید جوری با تو رفتار کرده که تو عین آدم افسرده شدی، یه جوری اعتماد به نفس نداری، اعتماد به نفست از بین رفته و در این انرژی خانی داره میگه که سعی کن قدمی برداری، سعی کن یه حرکتی انجام بدی، سعی کن کار مفیدی رو انجام بدی. حالا اون کار مفید چی میتونه باشه؟ میتونه این باشه که تو از خودتو از چنگال حالا اون دیوه در بیاری و به زندگی ادامه بدی، سعی کنی اشتباه نکنی. یا اینکه حالا اگر کسی میاد سمتت که یک بار یا 2 بار دلتو رنجون، اذیتت کرد، ناراحتت کرد، حرفی زد، بدون این آدم تو نیست، بدون تو برای این و اون برای تو ساخته نشده. و در این کارت داره میگه که در کریسمس اتفاقای خیلی خوبی برات میخواد بیفته. احتمالی که شخصی به سمتت بیاد، دوست داشته باشه و بهت پیشنهاد بده، پیشنهاد حالا یا احساسی یا ازدواجی که مسیر تو رو تغییر میده و تو داری تصمیم گیری میکنی به خاطر حالا این پیشنهاد، این موضوع یه جورایی داری تصمیم میگیری. بعضی وقتا با خودت میگی که نکنه تو این رابطه برم مثل رابطه های قبلم بشه، نکنه مثلا اون چیزی که میخوام تو این رابطه به دست نیارم، نکنه عشقی که میخوام، دوست داشتنی که از طرف احساسی میخوام کسب کنم و نتونم کسب کنم. اینا فکر و خیالاته، اینا درگیری های ذهنی تو شده که نباید درگیری داشته باشی، نباید ذهن تو. دوستان کارتا رو میبینید؟ این ببینم این ردیف دیده نمیشه متاسفانه، ولی خب من دارم براتون حالا تا اونجا که مقدور هست جلوی دوربین میگیرم تا ببینید. و چیز دیگه که داره میگه انگار حالا این شخصی که میخواد سمتت بیاد متولد آذر، مرداد یا فروردینه، یه همچین شخصیه، یا خودت یه همچین متولد همچین ماهی هستی یا طرف احساسی. این شخص یه آدم کارکشته است، یه آدم زرنگه، یه آدم خیلی با سیاست و داناست. این شخص یه آدمیه که خیلی گرم و هاته، یعنی از اگه مثلا فکر میکنی از توی رابطه کم میاره، کم نمیاره، خیالت راحت. یه جوری بهت میگم که اگر تو با این شخص توی یه مسیر قرار بگیری، واقعا یه رابطه خیلی خوب و لذت بخش برای تو فراهم میکنه. ببین از لحاظ مالی داره به تو میگه میتونه برای تو بهترین باشه. آس سکه توی این کارت افتاده، توی این انرژی خانی، و نوباوه سکه و 7 سکه. حالا 7 سکه یه جورایی میتونیم بگیم مثلا
گذشته ای داشتی، رابطه ای داشتی که رابطه مثلا اونجوری که دوست داشتی نبوده، نتونستی اونجور پیش ببری، ولی کارتو داره اعلام میکنه به تو ای خانوم، ای آقا، ای عزیز دل من، کسی که میاد تو رابطه با تو آدم خیلی خوبیه، آدم موفقیه. شاید این شخص یه کار و شغل خیلی خوب داشته باشه. کارتا دیده میشه یه رابطه خیلی خوب، یه کار و شغل خیلی خوب، آدمیه که پشت کار داره، آدمیه که فعالیت‌های خیلی خوبی میتونه انجام بده. خلاصه هرچی که هست این شخص خیلی به نفت میشه. ببینیم دیگه چی کارتا بهمون چه چیزهایی رو میده. آس چوب، انگار یک وعده یا تا یک وعده دیگه یک اتفاق خوب برات میفته. حالا شاید شروع رابطت یک وعده دیگه باشه، شاید یه روز دیگه، شاید یه هفته دیگه، یه همچی چیزی. یک خبر هم میتونه باشه که این خبر یه خبر خیلی خوبه و تو رو شاد میکنه. ببین آس چوب، این خبر خیلی خوبیه. به به به. ببین دوست عزیز، انرژیات خیلی خوب و فوق‌العاده است. باید به تو آفرین گفت، تحسین کرد تو رو که تونستی حالا اون قصه، اون غم، اون شکست رو پشت سر بذاری. تو خیلی آدم قوی هستی، چه آقا هستی چه خانوم فرقی نمیکنه. دوستان راستی وسط ویدیو، ببخشید این حرفا میزنم، آقایون و خانوما خوب گوش کنید. یک یک انرژی خانی میخوایم برای آقایون داشته باشیم، فقط آقایون، یعنی ویژه آقایون باشه. چون بعضی از آقا میگن که شما فقط واسه خانوما دارید میگی، در صورتی که من توی ویدیوام میگم چه آقا باشی چه خانوم فرقی نمیکنه. خب اینجا داره نشون میده آدم خیلی توانمندی هستی، خیلی قدرتمندی، در جایگاهی قرار میگیری با طرف احساسیت. خب یا شاید طرف احساسی در جایگاه خیلی خوبی باشه که به وسیله اون شخص تو هم قدرتش رو بگیری، مثلا تو جایگاه مقامی یا مالی یا کاری خیلی خوبی باشه که تو هم در اون حالا کار، در اون محیط یه جورایی دخیل کنی، یه جورایی تو هم اونجا حالا تو محیط کاری اگه باشه یه جورایی تو هم مثلا بیاره همکار خودش کنه، یا اگر در جایگاه مالی بخوایم حساب کنیم میتونه یه حالت موفقیت مالی باشه. ولی باید مواظب باشی. ببین انگار اینجا تو داره یه جورایی به من میگه که انگار حالا هر کی میاد توی رابطه ترس رو داری، نگرانی داری، یه جورایی وحشت میکنی، نمیدونم دلیلش چیه. حالا شاید رابطه‌ای که قبلا داشتی انقدر سمی بوده که چشمات ترسیده، یا طرف احساسیت مثلا کاری کرده که تو رو ترسونده. ولی باز داره میگه که این شخص میتونه یه آدم خیلی مهربون باشه. ببینید این کارتو دیدید دوستان؟ ببین دوباره داره نشونیای اون شخص رو میده که آدم خیلی مهربونیه، آدمیه که محتاطه. ببینید اگر با تو رابطه بیاد، خب احساس میکنه که قدرت تمام جهان رو داره، واقعا مثل یه مثلا امپراتور میشه. مثلا فکر میکنه که پیش خودش، البته نه اینکه اینجوری نیست، هست، شما میشی ملکش، ایشون هم میشه امپراتور دل روح تو. پس داره بهت میگه و دوباره داره میگه این شخص میتونه تو رو از اون حالا گذشته تلخ نجات بده، از اون رابطه‌ای که داشتی، از اون سرگذشت تلخ، اتفاقهای خیلی بد که در حالا ذهنت یه گوشه از ذهنت رو گرفته. خلاصه اتفاقات خوب رو توی این انرژی خانی بهتون داره میده. کسی میاد، فقط باید مواظب باشی اون شخص احتمال این که متولد فروردین، مرداد و آذر ماه باشه هستش، شغل خوبی داره، اینا نشونی هاشه. میتونه تو حروف اسمیش الف، میم، دال، ز و ر رو داشته باشه. این شخص قد بلندی داره دوستان، اینا نشونی هاشه، خیلی حواستون رو جمع کنید.
این شخص اگر بیاد کاری به تو نداره که مثلا تو در گذشته چه اتفاقایی برات افتاده، سوالی نمیپرسه. یعنی ببینی خودش با عمل خودش بهتون ثابت میکنه که مثلا من میتونم یه حامی باشم، میتونم مثلا یه پشتیبانگر خیلی خوب باشم و میتونم با تو رابطه ابدی بمونم. شاید مثلا یه وقت مثلا نخواد تو رابطه ابدی بمونم 1%، ولی اگر با تو رابطه قرار بگیره تمام قصه‌هات رو فراموش میکنی. دری که میخواد امسال برای تو عزیز در کریسمس باز بشه این در، یه در خیلی خوب، یه در عاطفی، یه شخص خیلی خوب، یه شخصی که تو میتونی بهش تکیه کنی و یه جوری حمایتت کنه. خب دوستان عزیز، دوباره بهتون کریسمس رو تبریک میگم. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید، امیدوارم تنتون سالم باشه. ویدیوهای من رو نگاه کنید، حمایت کنید، لایک کامنت یادتون نره دوستان. عزیزانی هم که انرژی خانی شخصی میخوان یا شم تراپی میتونن تو واتساپ یا تلگرام پیام بدن. دوستان عزیز تا یک انرژی خانی دیگه همه شما رو به خدا میسپارم.